بسیار انسان رو قدمشون نحس می شود، به جای اومدن به جای رحمت شود عبادی شود، برعکس یک بار جنجال زیاد می شود، یک بار خبرکشی زیاد می شود، یک بار بین برادرها قهرگی زیاد می شود. اینا رو ما در تجربه بسیار دیدیم. فقط دعا کنیم در حق امی کلینو که خدا قدمشون برکت کنه، امی بیاید سرجمی شود، صداقت شود، رحمت شود. حضور جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صحابه میبیام میگه فرستاده خدا، میخواهم که صاحب فرزندای خوشرو، صاحب فرزندای با تقوا شوم. جناب پیغمبر میگن که بچم خوردن تا حلال که، و میگه برای چی؟ میگه بچم وقتی خوردنت که حلال که باشه، خدا نطفه تخم تر حلال میکنه. تخم که حلال شد همون گفتگیت به دنیا میبیاید. در یگان جای دنیا ما یک صحیفه نمیابیم که ایفن دنیا درباره حلال حرام گپ زنه. یگانه چیزی که برای حلال حرام گپ بزنه اسلامه. دنیا بسیار پیش رفت، من فنی متماتیک و فیزیک و شیمیا و همش بینه یگان ورق برای حرام حلال میابیم. فقط برای پیشروی خلاص. یگانه دینه که ما را اینقدر تاکید میکنه که تخم تونه تازه کنه اسلامه. گفت امام غزالی که دنیا خواب و اسلام بیداره. یکی ای بیداری اسلام همینه که همه ما را فقط میگه برادر حلال خره، حلال پوشه، حلال گوه، حلال بوکشه. برای همین همه این تاثیر داره. حضرت رومی ارواحش نمیرم میگه قرض است کرده های تو بر دوش روزگار. همین چیزی که در دنیا میمون میکنه میگه و قرضه، میگه قرض است کرده های تو بر دوش روزگار، آید به وقتی خیش آن دم ادا کنه. هیچ محل نگویم که در این دنیا یک کج کردیم و یک ظلم کردیم و یک عملی ناشایسته کردیم و به جواب. نه، وقتش قدی جوابش میگیریم. برای همین این پیامبر آمد ما را میگه نیکی کنیم. برای همین رسول الله آمد ما را میگه راست گرده، راست گوه، راست خره، راست پوشه، حلال خره. در 131 جای قرآن الله جل و علا شانه میگه بیدک الخیر، درگاه من همش خیره. در یگان جا نیامده که خدا گوه درگاه من بده، درگاه ما خیره میگه. برای همین معرکه خیره، قدم مسلمان خیره، سلام مسلمان خیره، آغوش مسلمان خیره، نفس مسلمان خیره. و کسی که مسلمان کجله میفهمه باید منافقه. یگانه چیزی که پیامبر خطی امتش بد میبینه، منافقا بد میبینه. برای که امتی واقعی رسول الله خیرخواهن. حتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بینین که حدیثی گوهر بارشونه که و فی کل کبدین رطبتین اجرون، هر چیزی که جگر داره دوای خدمت که نگو ثواب میگیره. نبین هر چیزی که جگر داره، چارپا رو علف دادنش ثوابه، سگ آب دادنش ثوابه. ما زیاده روایت های داریم در کتاب های صحیحمون که جناب پیغمبر ای قوم های پیشتر قصه میکرد که مرد آمد لبی چاه، سگی تشنه را دید، موکیاش پری آب کرد، همون را آب داد، سگ از همون نعمت نوشید، خداوند تمام گناهاش درگذشت. و پرسیدن فرستاده خدا آیا ده همین ثوابه؟ جناب پیغمبر گفت هر چیزی که جگری تر داره در او شما خدمت کنه ثوابه. اسلام غم حیوان هم میخوره. اسلام غم حیوان، مهربانی در حیوان بودن هم میخوره. برای همین چی جای آدم در وقتی جنازمون هممون میپرسن که برادر حق الله یا حق العبد. حق العبد چیه؟ کسی را غیبت کردی، کسی را حقش خوردی، کسی را شپلوق زدی، کسی را گمونی بد کردی، برادر بخششه. این حق العبد بینه که وزبینه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم حق العبد ناراض میشدن مثل قرض امانه جنازش نمیخوندن. انا همین دنیا دا این ماه رمضان میبیاید برادرای عزیز نمیجم میشینیم، باید ما حق العبد نداشته باشیم، بخشیم. اکثریت کارو با توبه حل نمیشه، برفته با بخشش او، انم توبه او. یا آدم یا شفلاق زدیم بخیر نمیشه که ما توبه کردیم، نه رفته بخشش برسیدن در کارای. یک انسان به ناحق حقش خوردی، من توبه کردم، نه میری برادر ما حق تدمی کار کرده بدیم،
آیا تو روزی یا نه؟ یه نبیو همین خیل بسیاری کارا را توبهش به کردن ای. الحمدلله اینا بالای سر مونده موی بزرگ میبیو، اینا همین موی انسان ساز ای، آدم ساز ای. قدم مسلمان همش برکت ای. بسیاری چیزایی هسته که در این دنیا ما در رنگ اهل دنیا و مال دنیا میتوه، لیکن سرتاپا در آخرت نعمت ای. یک تاش مثل زنگیری در نظر ما گمان میکنیم که راحت ای، معیشت ای، آغوش ای، این ای، فرزندشوی ای. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی که اگر نفسش در راه حرام شکنه عذاب میکشه. گفتن بله. گفتن اگر همو را در راه ثواب شکنه، گفتن با ثواب داره. این نعمت ای، عبادت ای. زنک نان دادنش عبادت ای، آغوشش عبادت ای، نصیحتش عبادت ای. حتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن بوی کودک بوی بهشت ای. من همین چخلاق را بکشه، همین آدمی که چخلاق داشتگی باشه 5 ماه و 4 ماه بدن همو را بکشه، یگان بو رنگی بوی هم به مزه نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که بوی کودک چخلاق بوی بهشت ای. این نعمت های حتی یکی ای سببای قبول شدن دعا در حالت دعا در پیش اگر کودکی بگناه باشه که گوی پروردگار به حق همین طفلی بگناه که این همین جه سوده. این نعمت ها را خداوند به ما و شما داده. انا همین قدر نعمت ها را باید فکر کنیم که تماشای مسلمان ثواب، خوردن مسلمان ثواب، نان دادن مسلمان ثواب، آغوش مسلمان ثواب، دختر مسلمان به نکاح درآوردن ثواب. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن هر مردی که 2 تا دخترش با آبروی شریعتی اگر شوهر تیه، شوهر از او راضی باشه، خسر خشتامنش از او راضی باشه، بین من و بین همون مردک در بهش این همه قدر ای که حتی این گفتن نمیخواه کردن. ما این همه قیم گفتن قطعی هم خودم دختر بانی کردن در همین زمین اجره که پاک خطی رسول الله میگردیم. هم یک دختر 17-18 سال بانی میکنیم، یک جوان مرد میبروریم میتیم، همون جوان مرد مسلمان راضی ای دختری ما، خسر خشتامنش راضی ما بیشتیم. سرتاپا همه نعمت ای. پیغمبر ما قدومش رحمت ای، امتش رحمت ای، خوردن امتش رحمت ای، خنده امتش رحمت ای. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن به یک اعتراض، فقیرای صحابه گفتن فرستاده خدا همین دنیا دا چقدر ثروتمندا پیشن، در آخرت هم او پیشم، بهترین قربانی را میکنم، نمازشان آرام ای، همه جا دا دستشان میرسه. و ما فقیریم، همین عبادت ها موندم کمبوتی ای. و جناب پیغمبر میگه نظر کردن گفتن شما فقط همون حمیره میبینی عبادت. گفتن الحمدلله تون عبادت ای، سبحان الله تون عبادت ای، الله اکبر گفتن تون عبادت ای، حتی تبسمک فی وجه اخیک صدقتون، در روی مسلمان خند صدقه ای. این همین در روی مسلمان خند، مسلمان دست و دست همین دست سلام داده، یک خندیده سلام که برابر دی همین یک مال صدقه کردن هرش یک ای. خندیدن در روی مسلمان صدقه ای. افسوس که امروز بسیار انسان ها خنده را گم کردگیان. همین خیلی بیان میگه که در اگان افتاب گشته سن قوقا کشول، میگه در افتاب گشته سن در پیش آدم. این مسلمان چهرش نیست. قرآن میگه اشداء علی الکفار، این مسلمان ها در کفر در نوعدالتی قوق میگیرانن و رحما و بینهم، بین یکدیگریشان خیال میکنه که از یک اتاوچه به دنیا آمدگیان. ما بین من صفامون باید رنگی یک پدر مادر به دنیا آمدگی باری باید خندیم در یک دیگریمون. ما در کاری ناعدالتی، به انصافی، در کاری نافرمانی خدا و رسول باید قوق گیرانیم، نسبت یک دیگری ما باید تبسم کنیم. پیامبر اکرم میگه خنده در روی برادرت میگه صدقه. این همین چقدر برادر ما صدقه داد یک تا باب در روی هر یک تی ما خنده با انم قدیگه صدقه ثواب میگیره. این وعده خدا های الله جل و علا شانه ثواب میگه به اندازه یک دانه سنبله گندم شما میپرتوی، از یک دانه گندم میگه 7 دانه خوشه میبرو، هر یک خوشه تا 57 تا 70 دانه داره. اینا بینین که یک دانه چند دانه میته ثواب میگه میای.
یک دانه مکجگاری چند دانه مکجگاری میتیا حسابی را خدا میدونه ثواب نمیاد. حضرت ابو هریره را پرسیدن که در عهد رسول الله مصافحه بود؟ گفت بله. گفت مصافحه چیه؟ گفت کف به کف سلام میکردیم و میمالیدیم خوبی. بعد از او رسول الله گفت که هر مردی که تصافح رجلانی دو مرد دست به دست سلام میکنن کفای دستشون از دیگری جدا کردند خداوند همه گناههای خودشون میبخشه. سلام مسلمان رحمت های، آغوش مسلمان رحمت های. یک نعمت های دینی ما داره، یک بزرگی های داره. برای همین نصیحت من همینه برادر عزیز که دینی ما همی های. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیان که صدقه و احساناتونه در آدمای با تقواته. برای که آدمای با تقوا هم دعا میکنن هم عبادت میکنن، هم دعاشون قبوله هم در عبادتشون شما در ثوابش کوشه. نام خدایتش حکیمه. معنی حکیم همینه که هر یک چیز را در جاش خداوند میمونه و حل میکنه. البته خیر همه در درسته، لیکن باید ما حکیمانه فکر کنیم که کی در درسته. یک انسانی در تیم که با همون پولی ما روا فاحشگی کنه، یک انسانی در دستگیری کنیم که روا با همون پولی ما قماربازی کنه، این حکیمانه نمیشوه، در این ثواب نمیشوه. ولی خیر همه در خوبه، لیکن مسلمانی با تقوا ده با خوبتره. برای همین برادران با سبب خوردن این طعام، این ضیافت هایی که برادرمون کرده، انشالله نماز که خونده بود حقش دعای خیر کنه که خداوند گذشتش رحمت کنه، فرزندای خوب اشته، پروردگار در خاندانش عزت و آبرو زیاد کنه و شاید سبب شوه که زنش در خونش آمدن برابر برکت بیاره.